سلام به شما عزیزان که این ویدیو رو تماشا میکنید. امروز 23 جون 2026 هست. در ادامه ویدیو قبلی میخوام مختصر درباره حساب FHSA یا همون حساب پسنداز خونه اول توضیح بدم. این حساب برای افرادی طراحی شده که قصد خرید اولین خونهشون در کانادا رو دارند. واریز به این حساب از درآمد شما کم میشه، بنابراین مالیات کمتری پرداخت میکنید. همچنین سودش مالیات نداره و حتی هنگام برداشت برای خرید خونه هم مالیاتی پرداخت نمیشه. سقف واریز سالانه $8,000 هست و سقف کل اون $40,000. مبلغ استفاده نشده رو میتونید تا سقف $8,000 به سال بعد منتقل کنید. اگر بیشتر از حد مجاز واریز بشه شامل جریمه ماهیانه خواهید شد و اینکه این حساب در نهایت باید در یکی از حالتهای زیر بسته بشه: وقتی برای اولین بار پول رو برای خرید خونه برداشت کنید، یا وقتی به سن 70 سالگی برسید، یا 15 سال بعد از زمان افتتاح